درود، چطوری؟ من اشیکسی ام و تو این ویدیو اومدیم ما هم هیل هوتائو و توضیحات راجع به تالنت و ارزش، اینکه ارزش داره نداره، اینا رو همه رو بهتون تو این ویدیو توضیح بدیم و بریم واسه ویدیو. خب اگه بخوام یه توضیح خلاصه راجع به هوتائو بهتون بدم، هوتائو یه کاراکتر نیزه است که المنت پایرو داره و کل قدرت اصلیش روی اسکیلشه. خب این تالنت که اولین تالنت پسیوشه بهتون میگه وقتی که اسکیلتون تایمش تموم شه به همه اعضای تیمتون، پارتیتون، به جز هوتائو، دقت کنیم، به جز هوتائو 8 ثانیه هیت ریتتون رو 12% افزایش میده که چیز قابل قبولیه. یعنی مثلا شما با هوتائو کاراتون رو میکنین، تموم میشه، مثلا شما میخواین اگه تیم دابل هایدرو به قول معروف بذارین، وقت میکنین تا مثلا هاردور سینچو بزنین، هاردور یالام بزنین، 12% کریت ریتتون افزایش میابه تا وقتی که اسکیلتون دوباره پر شد. خب میرسیم به تالنت دوم و به قول معروف پسیو دوم هوتائو که پسیوش چیه؟ پسیوش اینه که اگر هیل شما زیر 50% باشه شما 33% هایدرو دمیج بونوس میگیرید که این واسه هوتائوتون خیلی خوبه. در طول یه آرتی پک که لول مکس بشه کلا 46% به شما هایدرو دمیج بونوس میده، ولی این تالنت به شما بجز اون هایدرو دمیج بونوسی که داشتین 33% اگه اچ پیتون زیر 50% باشه اضافه میکنید که این به مقدار خیلی تاثیر داره رو بازیتون و حواستون باشه که اگه میخواین درست پلی بدین، خیلی چیل نکنین، به قول معروف اچ پیتون رو سعی کنین زیر 50% باشه. خب میرسیم به تالنت پسیو سوم. تالنت پسیو سوم میگه به شما اگه یک غذای درست کنین، الان بهتون نشون میدم، اگه یک غذای درست کنین 18% احتمال داره که یه غذای تقریبا روحی به شما بده که کوالیتیش تقریبا کمتر از اون غذای اصلیه که شما درست میکنین. مثلا میبینین این مثلا 150% وقتی ریوایو میشه به شما ریسورس هیل اضافه میکنه، این 50% اضافه میکنه. این هم بود از پسیو سوم. خب بچه ها میرسیم به کامبت تالنت ها و تالنت های بالاخره به قول معروف معمولیش و اصلیش، نه پسیواش. بخوام از کامبت تالنت های اول که نورمال اتک، شارژ اتک، پلانج اتک و ایناست بگم بهتون، هیچ چیز خاصی نداره، مثل نیزه های معمولی، شارژ نورمال اتک و ایناش عادیه. فقط یه تفاوتی که با بقیه‌شون داره این حرکتیه که آخرش نشون میده که خیلی هم باحاله، خیلی هم قشنگه، اینجوریه هم فکری و همین تنها تفاوتی که تقریبا داره از لحاظ انیمیشنی همینه با کاراکتر میاد. خب حالا میرسیم به تالنتاش و دمیجاش. دمیجای نورمال اتک هوتائو تقریبا رو نورمال اتک نیستن و همونطور که میبینید شارژ اتکش دمیج خیلی بیشتری نسبت به فیزیکال دمیجای معمولیش نورمال اتکاش داره. ولی خب میگین الان چیه؟ ما که نمیخوایم با هوتائو فیزیکال بزنیم، فیزیکال دمیج بزنیم، پس باید یه دمیجی داشته باشه. الان میگین ما که فیزیکال زنیم آنچنان دمیج خاصی نداشت. خب حالا اینجا باید بهتون بگم که بریم سراغ کامبت تالنت اسکیلش. خب میرسیم به اسکیل این کاراکتر. اسکیلش همونطوری که میبینید با زدنش شما 30% از هیلتون کم میشه و به جای این 30% به شما همه شاتای فیزیکالتون رو پایرو میکنه. همونطور که میبینید هم نورمال اتک هم شارژ اتکش تبدیل به شاتای پایرو میشن که دمیج شارژ اتکش بسیار با این حرکت میره بالاتر و هر یک باری که اسکیلتون استفاده کنین همونطور که میبینید 30% اچ پی ازتون کم میشه. خب ما اکتیویژن کاست رو بهشون گفتیم که میشه 30% از اچ پی رو کم میکنه و میرسیم اتک اینکریس که میگه
نسبت به مکس اچ پی شما به شما اتک درصد اضافه میکنه. خب همونطوری که می‌بینید نسبت به اچ پی تون اتکتون زیاد میشه. همونطوری که می‌بینید الان من 3900 تا اتک دارم که به خاطر این پسیوشه در واقع که این پسیو میگه به شما نسبت به اچ پی تون به شما اتک اضافه میکنه. همین. خب حالا میرسیم به بلاد بلاسم. خب حالا الان براتون سوال شده که بلاد بلاسم چیه؟ همین گلاییه که مثلا مثل همین چیزایی که رو کلاهش هستن، خونم اسم گلش چیه، اینجوریه و میفته رو انمیا و حالا قیمم بشه میتونیم ببینیم اگه انمی بشه. و حالا این بلاد بلاسم چی کار میکنه؟ این بلاد بلاسم 8 ثانیه رو انمی میمونه و هر 4 ثانیه یک بار همینطوری که میبینید 115% به انمیتون دمیج میده. درسته دمیج زیادی نیست ولی پشت صحنه هست، الکی دمیجشو میده، خیلی چیز خاصی نیست و همون هست، چیز خاصی نیست، همون 115%. و همین پس 8 ثانیه رو انمی میمونه و هر 4 ثانیه یک بار 115% به انمی دمیج میده. خب حالا میرسیم به کولداون و دیوریشن. کولداون دیوریشن برای زمانیه که اتکای شما تبدیل به پایرو میشن. همونطوری که میبینید وقتی آردوی هوتاو رو استفاده میکنید یه تایمی این شاتاش آتیشی میشن، هر دمیجی که بین وارد میکنه دمیج آتیشی میشه. شما 9 ثانیه همه اتکاتون تبدیل به پایرو میشه. و بچه ها کولداون این اسکیل 16 ثانیه است، یعنی شما 7 ثانیه بدون پایروین، یعنی مثلا کولداون 7 ثانیه وقت دارید که مثلا آردو، مثلث یلان، مثلا مثلث سینچو، حالا هر کاراکتر ساپورتی که دارین رو استفاده کنین. خب وقتی شما اسکیل رو میزنید و کل شاتاتون تبدیل به پایرو میشه دیگه، مثلا اسکیل چانگیون رو شما اثر نداره، یعنی اینجوری نیست که دیگه یخی بشه شاتتون، اینا روش تأثیری نداره. خب میرسیم به کامبت تالنت سوم که برست هوتاوه. خب شما با زدن برست یه دمیج خیلی زیادی به انمی وارد میکنین که به 2 نقطه تقسیم میشه، لو و های. لو وقتیه که اچ پی شما زیر 50% باشه، هایش برای وقتیه که شما اچ پی تون بالای 50% باشه و همونطوری که میبینید خیلی اختلاف بین دمیجی که به انمی وارد میکنه دارن. اسکیل اچ پی ریجنریشن هیلیه که به شما میده وقتی که برستش رو استفاده میکنید. برستش رو وقتی استفاده میکنید یه هیلی به شما میده، این اون درصدشه که کولداونش هم که 15 ثانیه است، انرژی هم که ازتون کم میکنه 60. خب ترتیب لول اپ تالنتاتون اولش با اسکیلتونه، بعد نورمال اتک و در آخر برستتون. همونطور که میبینید من الان کانسلیشن یکیشو ندارم و همونطور که میبینید هر شارژاتی که من میزنم آدم استامینا کم میشه، ولی کانسلیشن یک کاری میکنه که اگه شما اسکیلتون رو فعال کرده باشین و دمیجای شما پایرو شده باشه ازتون استامینا کم نمیکنه هر شارژ اتکی که بزنید. این کانس 2 به شما میگه که بلاد بلاسم همون که بهتون توضیح دادم نسبت به برست هوتاو دمیجش بیشتر میشه و بجز اون برستی که میزنین روش بلاد بلاسم افکت اعمال میشه که همون بهتون توضیح دادم، همون گله که بهتون گفتم، اون میفته رو انمی هر بار برستی که بزنید. کانس 2 این کارو میکنه. خب کانسلیشن 3 به شما 3 تا اسکیل اضافه میکنه، یعنی اسکیلاتون 3 تا بیشتر میشه. کانس 4ش یکی از کانسای خیلی خوبه که کانس خیلی خوبیه، میگه اگه شما انمی رو بکشید که روش افکت بلاد بلاسم باشه کل اعضای تیمتون بجز هوتاو 12% کریت ریت بهشون اضافه میشه برای 15 ثانیه که خیلی خوبه، خیلی خوبه و خیلی کمکتون میکنه. خیلی کانسلیشن 5 هم که مثل کانسلیشن 3 تا اسکیل بهتون اضافه میکنه. خب میرسیم به بهترین کانس هوتاو که چی کار میکنه. میگه وقتی
کل اینایی که دارم میگم وقتیه که اچ پی هوتاو بیاد زیر 25%. وقتی اچ پی هوتاو بیاد زیر 25%، اگه دمیجی هوتاو بخوره باعث مرگش بشه یا دمیجش بیاد حالا زیر 25%، مقاومت هوتاو در برابر دمیج 200% زیاد میشه. یعنی مثلا شما هر دمیجی میخوایم بخورین 200% اون دمیجی که قرار به شما اعمال بشه کم میشه. و به جز اون یه آپشن خیلی خوبی که داره اینه که به شما 100% کریت ریت میده. یعنی کریت ریت هوتاو شما میشه 100%، که یعنی همه کریتاتون میگیره. و این آپشن، این کانس 6 وقت داشته باشینش، هر 1 دقیقه 1 بار میشه این کانس براتون فعال میشه ازش استفاده کرد به قول معروف. و بعد از 1 دقیقه دوباره میشه این کار انجام داد. خب برای وپن یا همون سلاح بهترین آپشن براش قطعا سلاح خودش، یعنی استافوپومایی که به شما 66% در مکس لولش کریت دمیج میده. سلاح بعدی استاف آف اسکالت سنده که به شما در لول مکسش 44% کریت ریت میده که خیلی خوبه اینم. باز سلاح بعدی سلاح پیریمودریال جید وینگ اسپره که سلاح شاوه و 22% به شما ریت میده که اینم خیلی خوبه. تو سلاح های 5 ستاره فکر کنم همین ستا باشه که به در هوتاو بخوره. خب واسه سلاح های 4 ستاره بهترین سلاح از لحاظ 4 ستاره درانگونز بینه، و دومین دفت مچه که برای بتل پسه، و سومی سلاح بلک لیفی که از شاپ میتونین بخرین که به جز اینا اگه بخواین سلاح آبی بهش بدین بهترین سلاح آبی وایت تسله که به شما کریت ریت میده، با اینکه آبیه ولی قابل قبوله، حالا به در هوتاو یه کوچولو میخوره و بدک نیست. و به جز وایت تسل میتونیم بهش بلک تسل بدین که بهتون اچ پی درصد میده، اونم خیلی خوبه. خب میرسیم به مکان هیجان انگیز هممون، آرتیفکت ها. بهترین ست آرتیفکت واسه ریاکشن بیس ست کریمسون ویچه که همین ستیه که میبینید، همین ست. خب ست آرتیفکت بعدی برای پایرو دمیجه که تیمتون فقط بر پایرو باشه کل اعضاش، یعنی برای اون تیمه که میتونین شیمناوا بدین بهش. ست آرتیفکت فورپیس شیمناوا. اسم این استفتون، حتتون، کلاهتون حتما کریت ریت یا کریت دمیج باشه. حالا نسبت به سلاحایی که دادین تونستین هدشات جمع کنین کریت ریت یا کریت دمیج بدین. واسه گابلتتون حتما پایرو دمیج بونوس بدین. و واسه ساعتتون اگه تیمای شما ریاکشنه و ریاکشن زدن هست میتونین الیمنتال مستری بدین، اگرم که عادیه اچ پی بدین، خیلی هم خوب. ساب استات ها رو بخوام به ترتیب بگم: کریت ریت، کریت دمیج، اچ پی و حالا الیمنتال مستری که میتونین بدین. بد نیست داشته باشین، تو بد نیست ولی ضروری نیست. همون که من خودم الیمنتال مستریم صفره. اگه داشته باشه تا 100 تا 200 تا بد نیست، ولی حواستون باشه کریت دمیجتون اوکی باشه، اچ پیتون اوکی باشه و در وهله بعدی الیمنتال مستریتون هم حالا تا 100 برسونه. خب میرسیم به سبک بازی که ببینیم سبک بازی هوتاو چجوریه. یه توضیحات اولیه بهتون میدم بعد میریم تو ابیس که خودتون ببینید. یه مدلش اینجوریه که شما اسکیل رو میزنین، شاراتک میزنین، بعد دوباره کنسل میکنین، دوباره میزنین، استامیناتون به فنا میره. دو مدل سبک بازی اصلیش اینجوریه. یا که شما کنسلش کنین. یعنی چی؟ یعنی شما شارژاتو میزنین بپرین، به انمی که میرسین بپرین. تایمینگتون باید خیلی باشه، اسمش جامپ کنسلینگ. شما اینجوری وقتی شات به انمی برخورد کرد نه چند ثانیه قبلش حالا وقتی برخورد کرد بپرین که کنسل بشه. همونطور که میبینید کنسل میشه و جلوتر نمیرم. اگه در حالت عادی بخوام برم اینقدر جلو میرم، ولی بخوام جامپ کنسل کنم زود تموم میشه. مثلا اینجوری ببینید. خب میرسیم به تیما. قبل از اینکه بریم به ابیس،
اولین تیم دابل هایدروه که 2 تا هایدرو توش داره. اینجا ژانگلی اولا کار شیل رو براتون انجام میده که دمیجتون مثلا نمیرین با هوتاو، چون خود شیلشو اوکی میکنه هوتاو، نمیرین با که بقیه کاراکتر رو دمیج نخورین و به عنوان شیل استفاده میشه. دابل هایدرو هم که به خاطر اینکه شما مکسش 25% زیاد میشه و این خیلی خوبه، چون هوتاو هم دیگه مکسش نیاز داره اشپیش باید زیادتر باشه و این چیزا. خب تیم بعدی که میتونیم بذارین اینه که به جای یلان بیاین البدو بذارین، که حالا من البدو ندارم بهتون نشون بدم. ولی چی کار میکنه؟ کارش اینه که شما 15% شیلتون قوی تر میشه که ژانگلی. خب خیلی خوبه واسه. و خب به جز این کسی که تو شیلد قرار دمیج بزنه 15% دمیجش بیشتر میشه، که به جز این شما 20% هم رس دریافت میکنید. خب یه جایگزین دیگه ای هم که وجود داره اینه که به جای یلان کازوا بذارین، برای اینکه بافتون بده، که زیاد به نظرم چیز خوبی نیست نذارین. فقط گفتم که همچین کامپی هم هست، همچین تیمی هم وجود داره. یه تیمی که خیلی بهتون پیشنهاد میکنم ملت ویپه، که میتونین توش گانیو ساپورت بذارین یا روزاریای ساپورت، یا کسی که کرایو خوب به انمی ها اپلای کنه میتونید بذارین که هم ملتو براتون میزنه هم ویپو، که این خیلی خوبه. که بهتون یاد بدم حالا تیمش چجوریه و اینا. دو تا نکته بهتون بگم. یکی که حتما اون جام کنسلینگ که بهتون گفتم شارژ اتک بزنین بعد که خورد به انمی بپرین جام خوین رو رعایت کنین که خیلی فایده داره. بعدش هم این که ابیس رو استارت کردین سریع اسکیل هوتاو رو بزنین که اچ پی کم شه، بعدش کارهای دیگر رو بکنین، بزنین کاراکتراتون چنج بدین. الان بهتون نشون میدم. وقتی بلند شد شیل رو میزنیم، اسکیل سینچو، برست سینچو، برست یلان، سکیل یلان و بعد برست جانگیتون رو میزنیم و حالا جامپ اتک کنسلینگ با هوتاو. خب بچه ها رسیدیم به آخر ویدیو. امیدوارم بهتون کمک کرده باشم تو تیم، حالا تالنت، چیزایی که میخواستین راجع به هوتاو بدونید من که ارزش داره یا نه. اگرم براتون سوال شده ارزش داره یا نه، قطعا یکی از بهترین کاراکترهای بازی 100% ارزش داره و امیدوارم از این ویدیو آموزش‌های جدیدی یاد گرفته باشین، فهمیده باشین هوتاو چجوریه و تلاش کردم همه این چیزایی که به نظرم نیاز بود رو بگم تو این ویدیو. مرسی که ویدیو تا اینجا تماشا کردید. امیدوارم براتون کارآمد بوده باشه. مرسی. فعلا.